اه این چه؟ چجوری داری میری بالا؟ وای سلام رفقای عزیز، حالتون چطوره؟ من پویا هستم و خوش اومدید به یه ویدیو ترسناک بدفریکی دیگه. امروز براتون یه جستجوگر از کره انتخاب کردم، یه جستجوگر حرفه‌ای که میره توی خونه‌های متروکه و واقعا اتفاقات عجیبی رو توی ویدیوش ضبط کرده که امروز بهتون نشون میدم. رفقا طبق معمول اگه تازه هستید تو این چنل، ما کلا داریم هر روز دیگه ویدیو ترسناک خفن آپلود میکنیم. اون پایین دکمه سابسکرایب رو بزن و اگه دوست داشتی این ویدیو رو لایک کن. کامنت هم یادت نره که کامنت ها قرعه کشی داره. رفقا یادتون نره ویدیوی قبلم ببینید راجع به دفینه، خیلی ویدیوی خفنی شده، این بالا براتون میذارم. حرفو کم کنیم و بریم سراغ ویدیوی ترسناک. یه صدای عجیبی از داخل ساختمون داره میاد. 누구 있어요? کسی اینجا هست؟ یه چون من روزانه دارم ویدیو براتون آپلود میکنم، تایم برای زیرنویس ندارم، خودم براتون 제가 توضیح 실례 좀 میدم. 하겠습니다. میگه اجازه بده بیام داخل. میگه نمیدونم این صدا داره از کجا میاد. 누구 있으십니까? کسی اونجا هست؟ اوه اوه اوه. 혹시 사람 있습니까? کسی اونجا هست؟ یا خود خدا. 아, 씨발 비로 오더라. یه چرا انقدر عجیب غریبه؟ 잠깐만 나 너무 좁아. 잠깐만. صدا چیه؟ فرار کرد. 오늘따라 바람 소리까지 왜 그래? 와. یه دوباره میرم داخل. یه داره به خودش میگه دوباره برو 너무 داخل. 좁은데 지금 나. یه خیلی ترسیدم. رفقا اینا مثل عربا، حالا مثل ما جستجوگر ایرانی نیستن. خیلی استراب و ترسشون بیشتر از ماست. 누구세요? چون اعتقادی به هیچی ندارن. دیدی که یه ویدیو گذاشته بودم کره‌ای‌ها فوش میدادن، به جای اینکه مثلا حالا 잠깐 실례 좀 اعتقادی 하겠습니다. داشته باشن به اینجور چیزا فوش میدن. بگو به جن فوش بدی. 잠깐만요. بعد اینا معمولا به جن و به این چیزا اعتقاد ندارن، بیشتر به ارواح اعتقاد دارن و به موجودات مثلا غیر ارگانی، مثلا موجودات عجیب غریب اعتقاد دارن. به جن زیاد اعتقادی ندارن. خودشون توی داستانهای خودشون، توی افسانه‌های خودشون یه سری موجودات عجیب غریب دارن. 거기 누구 있어요? 어디야? 조용하다. نگاه یه چیزی داشتن میکندن.
계십니까? من اینجا هستم. یه بیشتریاتون انگلیسیتون خوبه. من اینه واسه اونایی که خوب نیست میگم. ای ای صدا پا اومد. دیدی؟ اینو چجوری میخواست انجام بده؟ گفتم یا خدا. 잠깐만. کلید رفت داخل قفل. دیدید؟ شما داخلش خالیه. گفتم این یه سری چیزایی میگیره که اصلا با عقل جور در نمیاد، یعنی نمیشه درستش کرد. چی شد؟ خالی بود که. این وره. داشتم به دوربین نگاه میکردم. ویدیوی قبلم به دوربین نگاه کردم، یه چیزی از دست دادم، بچه ها برام فرستادن، یه چشمه اومده بود توی سوراخ. صدای پا اومد دوباره. کلیده رو بزنید عقب دوباره ببینید، خیلی جالب بود. 맞아. چه جای خوفی هم هست. 뭐야 이거? این چیه دیگه؟ 뭐 있다. چه داره تکون میخوره؟ 누구 있어요? چیه اون پشت؟ چه نور خوبی داره. وای وای. سر صدای چیه؟ 어디야? وای. بکنم اینجا قبلا خوابگاهی استخری چیزی بود. 누구세요? نمیدونم. خیلی کمودا شبیه استخرای ایرانه. همیشه اون بغل یکی داشت لخ میشد. این چه؟ چجوری داری میری بالا؟ وای. نخ بهش وصل نیست. نخ بهش وصل نبود. موقع افتادنش قشنگ معلوم بود نخ بهش وصل نبود. یه بار دیگه برید ببینید اینو. موقع افتادنش قشنگ حالتش معلوم بود. نمیدونم، بازم نظر با شماست. 그 위에 누구 이렇게 뭐 문제였어. 있어요? دره 그 안에 تکون 누구 میخوره. 있어요?
وای چی نیست قشنگ وجود خودشونو ثابت کرد. چه اینجوری میترسه؟ انگار داره میزداد. گیر کرده، انگار ترس روش گیر کرده. یه این روح بود. میگم اینا به جن اعتقاد ندارن. 설마 이 모든 게 지하라면은 설마 이 모든 게 지하 ای فوک. میگه مطمئناً صدا از داخله. صدای سوت میاد. نگاه یکی داره سوت میزنه. از زیر زمین میاد. داره میکشونتش زیر زمین. 뭐야 누구 장난치는 거예요? 누가 장난치는 거예요? اونجایی که پرده رفت بالا اونجا رو زوم کنید برام اسکرین بفرستید. تو کامنت ها حتما برام بنویسید. آها دوربینش قاطی کرد اینجا. اون پایین یه دستیه، یه چیزی اون پایین. دوربینش قاطی کرده. میره پایین دوربینش قاطی میکنه. خواهد ثابت بذاره. میگه صدا از داخل آسانسور میاد. پیگیرم هست. البته جستجوگر باید پیگیر باشه. بره تو دلش. چیکار کرد؟ مرتیکه روانی. دوربینه رو هوا داد. دوربینه رو کی برداشته؟ دوربینه رو کی برداشته؟ توی اون کره‌ای هم که قبلا گذاشتم یه همچین چیزایی مثل دونه ها، یه چی نمیدونم دونه از پرتاب میکردن این منور. میگه میکو رفته سمت آسانسور. دوربین خاموش شد اینجا.
اصلا دوربین سمت آسانسور میبره مشکل پیدا میکنه. میبینی سمت آسانسور میره دوربینش خراب میشه. عجیبه. این آسانسور چیزی هست. برگشت دوباره بالا. نمیتونه بره سمت آسانسور. 뭔 소리야? 방금 뭐라 했는데? 뭐라 했는데 방금? پلاستیکه داره. فرار را برقرار کرد. رفقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. امیدوارم که از این جستجوگر خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید، کارهای خیلی خفنی داره، حتما من آخرین کارش انتخاب کردم براتون. حتما بزنید پارت بعدی که من کارهای قبلیش هم براتون آپلود کنم. دیگه من سعی میکنم از جستجوگرهای ارواح و اجنه براتون ویدیو بذارم. سعی میکنم هر روز جستجوگر جدید براتون پیدا کنم که کارهای بیشتر جستجوگرها رو ببینید. دمتون گرم، مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. لایک یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره، کامنت هم حتما بذارید. من پویا هستم. زنده باد ایران.